سلام دوستان عزیز، به یه قسمت دیگه کویزین دومو خوش اومدین. من محمدم. امروز قراره با هم دیگه غذای ایرانی درست کنیم. این غذا برگرفته از کباب ترشه، اما به سبک استیر فرای یا سبک ایژین. صرفا طرز تهیهش، طرز درست کردنش فرق میکنه، اما کانسپت همون کانسپت کباب ترشه، مواد همون مواد کباب ترشه. امیدوارم که لذت ببری. این خب باعث میشه که درست کردنش خیلی راحت تر بشه. خب هممون دسترسی به منقل و نمیدونم حالا اینکه بخوایم سیخ بزنیم و مثلا زغال و اینا نداریم، بخوایم تو خونهمون یه چیز ساده درست کنیم. این غذا به نظرم یه غذای خیلی خوبیه. این غذا یه جورای من درآوردیه. مطمئنم که قبلا شاید تو شمال کشور خودمون درست کرده باشن این غذا رو، نمیدونم، یعنی مثلا شاید یه اسم دیگه ای داره، ولی این غذا صرفا به ذهن من رسید. یه بار دیدم که میشه اینطوری درستش کرد، خیلی هم راحت تر از اینکه خب ببرمش رو منقل. خب من البته بگم رو منقل قطعا یه چیز دیگه است، من نمیخوام اصلا توهینی به کباب ترش واقعی بکنم، اون که 100% جای خود دارد. اما اگر که منقل ندارین یا مثلا میخواین یه غذای سریع مثلا درست کنین، این غذا یه غذای فوق العاده است که میتونین تو خونه‌تون درست کنین. حالا میریم توی آشپزخونه، میبینین که طرز درست کردنش چجوریه. اگر خوشتون اومد حتما درست کنین و توی کامنت هم نظرتون رو بهم بگین. بعد اینکه درست کردیم هم میریم برای تست غذا مثل همیشه. با من همراه باشین، بریم توی آشپزخونه ببینیم چه خبر. خب بریم تو کار آشپزی. این از گوشت جذابمون، این از یه دونه پیاز و یه مقدار گردو برای آشپزیمون. اول از همه این چاقوی ژاپنی جذابمو برمیدارم. خب اول این پیازمون رو خلالی میکنیم به این شکل، خورد کنیم آروم آروم. میره توی کاسه این شکلی. بعدش گوشتمون رو با آرامش خوشگل به تیکه های خیلی نازک به شکل به سبک استیر فرای کات میکنیم. میتونه نازکتر باشه، میتونه یک کم کلوفتر باشه، ولی هرچی نازکتر باشه بهتره. ببینین بعد یه همچین شکلی بشه. شما رگه های چربی رو ببینین، اینا بعداً قراره کیفش رو ببرین وقتی غذا پخته میشه. خب این از گوشت. حالا این گردومون رو باید میکسش کنیم، باید آسیابش کنیم. میتونین از میکسر استفاده کنین، میتونین از هاون استفاده کنین مثل من، و با هاون خب خیلی سخت تره. اینو بهتون بگم تهش باید این شکلی بشه. ببینین یه ترکیبی از پودر و دونه‌های درشت، خیلی پودرش نکنین، همش رو ریز نکنین، این شکلی. خب این از موادمون که آماده شدن. بریم برای استیر فرای کردن. برنجمون هم میزنیم توی پلوپز کتشه. خب این از گوشت و پیاز و گردو. این خوشگلی هم که اینجا میبینین رو به انارمونه که از ایران اومده. خب مایتابه رو یا وکتون رو بذارین رو دمای بالای بالا. روغن رو اضافه کنین. بعد که روغن داغ شد گوشتا رو بهش اضافه کنین. شروع کنین به هم زدن و تفت دادن گوشتا. خب اول هم نمک و فلفل میزنیم به گوشتمون.
بعد که گوشتتون از قرمزی در اومد این شکلی روش پخته شد، پیاز رو بهش اضافه کنیم. پیاز هم همینطوری تفت بدین، هم بزنین تا کم رنگ بشه، یکم نرم بشه، یکم شفاف بشه. و همینطوری تفت بدین تا این مواد حسابی سرخ بشن. گردو رو اضافه کنین وقتی پیاز یکم نرم شدن. گردو هم با بقیه مواد هم بزنین، اینطوری قشنگ گریل کنین مواد رو روی وکتون. بعدش ربعنا رو اضافه میکنیم. حالا ربعنا رو اگه شک دارین کم کم اضافه کنین، چون مقدارش خیلی بستگی به ربعنارتون داره. بچشین ربعنا رو که ببینین چقدر بزنین. اگرم لازم بود شکر بهش اضافه کنین اگه ترش بود. مواد رو با ربعنا هم میزنیم که یواش یواش این ربعنا رو به خورد گوشتا و مواد بره. میبینین چی جوری داره سرخ میشه مواد، خیلی جذابه. قشنگ نگاه کنین گوشتا کاراملی دارن میشن، پیازا دارن کاراملی میشن. این یواش یواش ربعنا رو چی جوری داره خودش رو جا میکنه تو دل گوشتا. همینطوری باید هم بزنین. به 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 به، شما ببینین رنگ آخه. نه خدا وکیلی غذا به این جذابی شما دیدین آخه. نگاه کن خیلی جذاب شده. ببینین قشنگ الان ربعناره به خورد گوشت رفته، به خورد مواد رفته دیگه. زیرش هم خاموش کردیم. حالا میریزیم توی کاسه ای میذاریم کنار که بعداً سروش کنیم. وای نگاه کنین شما آخه اینو چقدر خوشگله. پیازا و گوشتا رو ببینین. من یه تستی هم میکنم که ببینم چی شده این لامصب. عالیه. بریم حالا برای سروش، قسمت جذاب آشپزی، سرو کردن غذا. من برنجمون که دم کشیده رو چک میکنم. من دوست دارم سرو کردنم هم یه دیزاینی داشته باشه، برای همین از این دستگاه، چون از این وسیله جالب استفاده میکنم. این برای وقتی که نمیخوام همینطوری برنجو بریزم تو بشقاب، میخوام یه شکلی داشته باشه، یه دیزاینی داشته باشه، از این استفاده میکنم. یه اول با برنج پرش میکنم. اینطوری بعد با این قسمتش فشردش میکنیم که شکل بگیره تو قالب. حالا این کباب گوشت خوشمزمون رو میرزیم روش این شکلی. به به، با آرامش لذت ببرین از این پروسه، لذت ببرین، وقت بذارین برای آشپزیتون.
درش میاریم. ببینین چقدر جذاب شده. اینم از کباب ترش به سبک استیر فرایمون با یه دیزاین خیلی جذاب. شما نگاه کنین رنگ و اینا رو، کیف کنین خدایی. اگه اسم میکنین جذابیتش هنوز کمه، یه مقداری هم از این روغن جذابش روش بدین. سلام بچه ها، من کیانا. امروز میخوام تو آشپزخونه محمد یه چاشنی با ماست و سبزی دلار درست کنم تا با کباب ترش خوشمزه‌مون سرو بشه. ماستی که ازش استفاده میکنم ماست یونانیه و سبزی دلارم هم محمد از ایران آورده، فروشگاه دهاتی که من خیلی دوستش دارم اینجا رو و کلی ازش خاطرات دارم. تو ایران هر دفعه میرفتیم جاده چالوس با خانوادم حتما میرفتیم اینجا، بستنی خوشمزه‌شون رو میخوردیم. امیدوارم که ترکیب خوبی در بیاد. سبزی دلار واقعا خوشمزه است، با هر چیزی که میخوری خیلی خوشمزه است. گوجه سبز دلم خواست. تا حالا نخوردم خودم دلار اولین باره. اینم بگم دوستم امیرعلی اینو خریده بر من از فروشگاه دهاتی. دستش درد نکنه. یادگاری از امیرعلی. امیرعلی سهیلی. من فکر میکنم همین مقدار کم رو برای ماستتون استفاده کنین خوبه، چون سبزی خیلی مزه داره. چه بویی داره. من از این فاصله بوش حس میکنم. تستم میخوای بکن خودت. وای خیلی خوبه. وای خیلی خوشمزه است. مطمئنم با کباب ترش خیلی میچسبه این ترکیب. حتما امتحان کنید و کیفشو ببرید. خب دوستان، اینم از کباب ترش به سبک استیر فرای که من از خودم در آوردم. پروسه درست کردنشو دیدین. من یه ناخونکی زدم که خیلی جذاب بودش. بریم حالا جلو دوربین تستش کنیم. اینم که ماستیه که کیانا درست کردش. اینم یه ناخونکی زدیم، خیلی خوشمزه بودش. به نظرم مچ خوبیه برای این کباب ترشه. حالا بریم تستش کنیم. بوش که خیلی جذابه نه کیانا؟ خیلی خیلی منم بو کردم. اصلا بین مثلا فسنجون و کباب ترشه، به خاطر خب اینکه اینگریدینتاشون شبیه. بوش بوی یه غذای اصیل ایرانی میده. آره، برنجش هم یکم دودی شده بود. بریم تا از دهن نیفتاده تستش کنیم. خیلی خوشمزه است. من که کیف کردم. جای بیننده ها خالی. آره بابا. پیازشو گردوشو خوردی؟ نه نه. گوشتشو خوردم، خیلی خوب بود.
واقعا غذای ایرانی چیز دیگه است. آره گوشتش کاملا نرم و تندره، خیلی بافت خوبی داره. آره اینکه نازک بریدم گوشتا رو باعث شده که بهتر بپزن. حالا البته تازه یکم چیز شد، یکم طول کشید پروسه، یکم از دهن افتاده، ولی بازم خیلی خوشمزه. وای واقعا مثل کباب ترشایی توی رستورانه. خیلی خوشم اومد من. عالی شده. سسش قشنگ رفته به خورد گوشته، نه؟ آره رب اناره و اون خیلی خوبه. من ماستم یکم تست کنم. من فکر میکنم کیفیت محصولاتی که استفاده میکنی توی پروسه درست کردنش هم خیلی مهمه. مثلا رب اناری که تو داری خیلی خوبه. واقعا اون رب انار قشنگ درجه یکه که مستقیم از ایران اومده سفارشی. از ایناست که چی میگن خونگیه، یعنی مثلا یه کسی که واقعا دلسوز بوده درستش کرده. آره ماستم چقدر خوب شده. ماستم فوق‌العاده شده، خیلی کریمی و اون عطری که دلار داره رو قشنگ میتونی حس کنی. بعد ماستم خودش خیلی کریمیه، خیلی خوشمزه شده. ما اینطوری میگیم که شما هم ترغیب شین که این غذا رو درست کنین حتما. اصلا این که همچین غذایی تو خونه دوئبله واقعا یه لول دیگه. همونطور که اول ویدیو گفتم تمام ایده پشت این غذا اینه که شما کباب ترش رو تو خونه‌تون درست کنین. همونطور که دیدین با یه مایتابه میتونین خیلی راحت تو خونه خودتون این کباب ترش رو درست کنین و طعمش هم واقعا میشه گفت که اون قدی با خود کباب ترش فرق نداره، نه؟ مثلا شاید طعم زغالی رو نداشته باشه، ولی به نظرم بخواین که سسش دقیقا همون میشه خیلی شبیه کباب ترش شده. به نظر من عین خودشه. مخصوصا آره شاید تو ایران بیشتر روی آتیش بپزن، ولی اینجا که رو گاز میپزن تو رستورانا کاملا این همینه، اصلا فرق نداره. خب اینم از کباب ترش. امیدوارم که لذت برده باشین از پروسه درست کردنش و خوردنش. من خوردنش رو سعی کردم با کیانا جفتمون خیلی خوب توصیف کنیم که شما ترغیب شین که حتما این غذا رو درست کنین. من خیلی این غذا رو دوست دارم، کیانام خیلی از این غذا خوشش اومدش. واقعا هم ساده است، یعنی به نظرم به امتحان کردنش حتما میارزه. دوست دارم که اگه امتحان کردین چه خوشتون اومد چه خوشتون نیومد حتما توی کامنت ها برای من بنویسین. اگر که خوشتون اومدش از این ویدیو لایک یادتون نره. اگه دوست دارین ویدیوهای آینده رو ببینین حتما سابسکرایب کنین و خوشحال میشم که این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستین. اگر دوست دارین که غذایی از یه کشور خاصی در قسمت آینده درست بشه حتما اونم توی کامنت ها بنویسین. همین، امیدوارم که خوب باشین، مراقب خودتون باشین. تا قسمت بعدی، خداحافظ.